شب عاشقان بیدل که شبی دراز باشه. تو بیا که از اول شب در صبح باز باشه. رعنا امسال 68 ساله شده و آقای مستقیم 3-4 روز پیش 94 ساله. شور دریبون دل رعنا فرش و غالی و تکلم رعنا نارنج خلد ریتن رعنا جانو ولکی جارنا صبر جانو ولکی جارنا این دنگ سر و اون دنگ سرنا رعنا پیش و من پشت سر. یکی از کارهایی است که آقای پیمان مقدم برای ما صحبت بکنن. ما یه سری کارهای زیرخاکی شنیدین، الان من کارهای زیرخاکی رو روخاکی به شما تقدیم می‌کنم. این یکی از کارهایی است که در تلویزیون ثابت پخش شد، بعداً دوباره به صورت صفحه با تنظیم مهندس همایون خرم ضبط شد. از نظر موسیقی شاید جالب باشه، یکی از ابتکارات رشید مستقیم تلفیق اندیشه های شعراست و بعد تلفیق آواز و تصنیف که ساقینامه‌ش هم شما بخونید که این از 3 نسل فراتر بره و صلای دل برای وحدت، بیتی رو که بابا خواهد خوند رو به تعبیر اون چه که در کنفرانس شنیدید نگاه بکنید که از به خمخانه وحدت راه پیدا بود. سرخوان وحدت آندم که به دل سلام زدم به سر تمام ملک و ملکوت پا زدم من، در دیده غیر بستم، بت خویشتن شکستم، ز صبوح یار مستم که می ورا زدم من. بده ساقی آن می که آن
به من ده که بس بیده افتاده‌ام و از این هر دو بی حاصل افتاده‌ام سر فتنه دارد دگر روزگار من مستی یا فتنه یک چشم یار من مستی یا فتنه یک چشم یار خدا را به جان خراباتیان که از این تهمت هستیم وارهان به میخانه وحدتم راه ده به دل زنده و جان آگاهی ده بده